امروز میخوام راجع به یک ترس صحبت بکنم. ترسی که شاید سراغ برخی از ما اومده باشه، چه داخل ایران چه خارج از ایران. به نظر من هیچ چیز در مملکت و برای مردم ایران و ایرانی های خارج از کشور عادی نخواهد شد تا سقوط جمهوری اسلامی فرا برسه. ما تا عادی شدن شرایط فاصله خیلی زیادی داریم. حتی بعد از سقوط جمهوری اسلامی هم مسائلی هست که باید بهش رسیدگی بشه، بس شرایط در اون زمان هم به هر حال عادی نخواهد بود. پس ما فاصله خیلی زیادی با روزهای عادی داریم. اما این یک مسئله‌ایه که من به شدت بهش معتقدم، اینکه تصور بکنیم اگر خیابان‌ها خلوت شده، این مثل دفعات گذشته نشان از این داره که قرار شرایط رفته رفته و آرام آرام به حالت نرمال برگرده. شما صفحه اینستاگرامتون رو باز بکنید و در اکسپلورتون امیر قیاسی رو ببینید که داره برای شما جوک تعریف میکنه. خیر، این اتفاق به هیچ عنوان نخواهد افتاد. اون چه که در گذشته شاهدش بودیم، بعد از هر جنبش انقلابی، بعد از هر سرکوب سنگین از سمت حکومت جمهوری اسلامی، این بار به این شیوه نخواهد بود، به این شکل نخواهد بود. به هیچ عنوان. همونطور که در 2 روز گذشته، شنبه و یک شنبه، 31 ژانویه و 1 فوریه، ایرانیان سرتاسر دنیا رو در خیابون‌ها دیدید. این بار با جمعیتی بیشتر، با حضوری پررنگتر، همه در کنار هم با یک شعار جاوید شاه به هدف نابودی جمهوری اسلامی. پس اون سکوتی هم که امروز در مملکت وجود داره دلیل به عادی شدن شرایط نیست. این سکوت از یک انتظار میاد، انتظاری که در همه ما امروز وجود داره و اون هم تصمیم دونالد ترامپ هست که آیا حمله خواهد کرد یا نه و چه تصمیم خواهد گرفت. در یه ویدیوی مجزا راجع به اینکه آیا امریکا بالاخره به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد یا نه صحبت خواهم کرد. ممنونم. جاوید شاه. زنده باد ایران.